آیا میدونستی ذهن تو مثل یه موتور پرقدرت میتونه در عرض چند ماه درآمد تو چند برابر کنه؟ 99% آدما از این قدرت استفاده نمیکنن. به خاطر همین سالها توی همون سطح مالی باقی میمونن. اما امروز توی این ویدیو قرار 3 تا تکنیک عملی و فوق‌العاده رو بهت آموزش بدم که درآمد و انرژی تو میتونه انفجاری رشد بده. فقط تصور کن روزی برسه که صبح از خواب بیدار بشی و ببینی درآمدی داری که حتی خودت رو شگفت زده کرده. این یک رویا نیست، فرمول داره و من قراره امروز توی این ویدیو فرمولش رو بهت بگم. پس اگر آماده ای که ذهن و انرژی تو به بالاترین سطح برسونی، تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون هر لحظه‌اش میتونه زندگی تو تغییر بده. این ویدیو قراره یک نقشه ذهنی و عملی بهت بده که قدرت درونت رو بیدار بکنی و درآمدت رو چند برابر بکنی. خیلی ها دنبال فرصت‌ها و فرمول‌های بیرونی هستن، ولی من اینجا بهت نشون میدم که چطور میتونی از درون انرژی و ذهنی بسازی که فرصت‌ها و پول مثل آهن رو به سمتت کشیده بشن. هر شب قبل خواب 5 دقیقه آینده مالی خودت تصور کن. نه فقط عدد بود، نه، اون حس آزادی و رهایی، اون لذت خرید، اون آرامشی که با درآمد بالا میاد. مغز تو فرق بین واقعیت و خیال رو نمیفهمه و وقتی بارها و بارها تکرارش کنی، ذهن ناخودآگاهت میگرده راههای رسیدن به اون آینده رو برات پیدا میکنه. هر روز قبل از شروع کارت یه جمله مثبت درباره پول و موفقیت رو 10 بار با صدای بلند تکرارش کن و بگو. مثلا بگو من آهنربای پولم. این کار ساده فرکانس انرژی تو رو بالا میبره و روز تو پرقدرت شروع میکنی. مورد بعدی قانون تمرکزه. تو باید 90% انرژی ذهنیت رو بذاری روی چیزایی که درآمد تو رو بیشتر میکنه، نه روی مشکلات و شکایت. فقط با تغییر زاویه تمرکز میتونی آینده مالیت رو متحول کنی. اینجا همونجاست که الان باید بگم اگر تا اینجا ویدیو برات مفید بوده، لطفا برای من یه لایک بزن، چون ادامه این ویدیو خیلی تکنیک ها عمیق‌تره و نمیخوای از دستش بدی. حالا لازمه که ما انرژیمونم افزایش بدیم دیگه. چند تا تکنیک برای افزایش انرژی وجود داره. اولیش تکنیک تنفس انفجاری 60 ثانیه‌ایه. به چه شکله؟ شما انرژیت الان افتاده، مثلا هر وقت که انرژیت افتاد بیا و 1 دقیقه سریع و عمیق نفس بکش. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه حبس و 4 ثانیه بازدمه. این کار مثل یه شارژ فوری عمل میکنه و بدنتون رو سریع فول انرژی میکنه و انرژی رو بهتون برمیگردونه. تغذیه انرژیزا هم برای ذهن پولساز نیازه. مثلا شکر و غذاهای سنگین انرژی رو میکشن. اگر که میخوای مغزت مثل یه لامبورگینی کار کنه، برو سراغ میوه و آژیل و آب. مغز برای تمرکز نیاز به سوخت تمیز داره، پس غذاهای سنگینم بذار کنار. حرکت قدرتی 3 دقیقه هم نیازه. هر بار که احساس کردی بیحالی، کسلی، بلند شو تحرک کن. بلند شو یه 3 دقیقه خودتو تکون بده، ورزش کن، شنا برو، اسکوات برو، به هر طریقی تحرک داشته باش. این کار هورمون دوپامین رو فعال میکنه و انرژیت رو برای شروع به کار فول میکنه. حالا یه سوال، آیا تا اینجای ویدیو همراه من بودی؟ خوب گوشش دادی؟ چون چیزی که میخوام توی بخش سوم بهت بگم چیزیه که همه ثروتمندای جهان دارن انجامش میدن. تا انتهای ویدیو همراه من باش. بخش سوم میرسیم به 3 تکنیک عملی برای انفجار مالی. اولیش چیه؟ قانون 5 ثانیه طلایی هستش. میگه که ذهن تو فقط 5 ثانیه وقت داره بین فکر و عمل. برای همین اگر که ایده‌ای برای پول یا فرصت به ذهنت میرسه، سریع تو همون 5 ثانیه اول یه اقدامی براش داشته باش، یه قدمی براش بردار. همین یه قانون ساده، یه کار ساده تو رو از تعلل جدا میکنه و پرتابت میکنه به سمت ثروت. مورد بعدی حلقه انرژی‌های پولسازه. شنیدید میگن اگه 4 تا رفیق پولدار داشته باشه حتما نفر پنجم خودتی. بله،
شما بیا و با 3 آدم موفق و پر انرژی وقت بگذرید. انرژی مالی مثل یه ویروسه، وقتی وارد حلقه درست بشی درآمدت خودکار بالا میره. هر شب قبل از خواب 3 مورد توی حوزه پول، 3 مورد که در مورد شکرگزاری رو بنویس و بابتش خدا رو شکر بکن. این تکنیک فرکانس جذب مالی تو رو چند برابر میکنه. کاریه که مطمئن باشید همه ثروتمندا دارن انجامش میدن. خب حالا نوبت توه. کدوم یکی از این تکنیک ها بیشتر بهت انگیزه داد؟ مطمئن باشید حتی اگه یه دونه از این تکنیک ها توی زندگیتون اجرا بکنید میبینید که درآمدتون داره روز به روز بهتر و متحول میشه. برام توی کامنت ها بنویس که کدوم تکنیک رو داری اجرا میکنی. میدونی دیگه نوشتن جذب رو چند برابر میکنه. یادت هست اول ویدیو بهت گفتم 3 تکنیک میخوام بهت بگم؟ شما 3 تکنیک نه 9 تکنیک یاد گرفتی. لطفاً خواهش میکنم حتی اگر شده یه دونه از این تکنیک ها رو توی زندگیت عملی کن و جواب مثبتش رو بگیم. منم دعا میکنیم. مطمئنم که این تکنیک ها اثر داره. ویدیوی بعدی قراره یکی از رازهای میلیاردرها رو برات باز بکنم، چیزی که شاید هیچ وقت نشنیده باشی.